عروسی عالی انصاری، اما با کی؟ عالی انصاری کجاست و چهره جدید عالی انصاری بعد از جراحی پلاستیکی صورت؟ شوهر دوم عالی انصاری کیست؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. عالی انصاری هنرمند جوان، موفق و ناماشنای افغانستان است. عالیه در میان مردم افغانستان از شهرت هنری خوبی برخوردار است. عالی انصاری کارهای هنری خود را بعد از سال 2008 در افغانستان آغاز کرد و توانست با اجرای کنسرت محلی در میان مردم افغانستان نام خود را آوازه سازد. عالی انصاری در خانواده هنری دیده و جهان گشوده است. برادران عالی انصاری هم از جمله هنرمندان خوب کشور است. عالی انصاری در سن طفولیت افغانستان را به مقصد اروپا ترک کرد و در کشور جرمنی زندگی می کرد. بعد از آن که عالی انصاری ازدواج کرد به لندن رفت و اکنون دارای 2 پسر می باشد، ولی از شوهر اول خود جدا شده است. روز قبل عالی انصاری در صفحات مجازی تصاویر از لباس سفید بر تن خودش را گذاشته است که مورد حمایت فراوانی از مردم شده است و بیان کرده است به بار دوم عروس شده‌ام. عالی انصاری تا کنون نگفته است شوهر دوم وی کیست. این همه در حالی است که رابطه عاشقانه میان عالی انصاری و حسام فرزان در میان مردم افغانستان سر و صداهای فراوان را ایجاد کرده بود و همه فکر می‌کردند عالی انصاری با حسام فرزان نامزد خواهد شد، اما این طور نیست. عالی انصاری با یک افغان دیگر ازدواج کرده است که تا کنون هویت شوهر خود را در صفحات مجازی بیان نکرده است، ولی به هر صورت ما عروسی دوم عالی انصاری را از صمیم قلب تبریک گفته آرزوی سلامتی، موفقیت و طول عمر برایش داریم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.